به نام نور. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این بیت از منظر عرفانی یعنی معشوق در واقع نماد حقیقت مطلق، وجود الهی یا آگاهی مطلق است و عاشق نماد روح یا نفس انسانی که در جستجوی اتصال و وصال با آن حقیقت است. وقتی گفته می شود سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق، یعنی آن حقیقت و حضور والا به گونه‌ای لطیف و ظریف بر وجود عاشق یعنی روح تأثیر گذاشته و جلوه‌گری کرده است. اما این سایه نه خود حقیقت کامل، بلکه نشانه از حضور اوست. عبارت ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود نشان می‌دهد که ما یعنی عاشق همیشه نیازمند وصال و رسیدن به حقیقت بودیم. اما حقیقت یعنی معشوق نیز به ما دلخوش است و مشتاق بیداری و بازگشت ماست. به بیان دیگر در عرفان گفته می شود که رابطه عاشق و معشوق دو طرفه و پر از مهر و محبت است. حقیقت ما را رها نمی کند و ما همواره طالب آن هستیم. این بیت عمق این پیوند معنوی را یادآوری می کند که حتی وقتی فقط سایه یا نشانه از حقیقت به ما می رسد، آن پیوندی عمیق و مشتاقانه را رقم می زند. گویی معشوق و عاشق همدیگر را کامل می کنند و این بازی دو طرفه ادامه دارد تا آن لحظه وصال حقیقی در مسیر نور باشید.